امروز 16 اکتبر است و شما در پخش مستقیم برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. سلام بینندگان عزیز، در 15 دقیقه آینده اطراف این موضوعها صحبت خواهیم کرد. مهاجر بیسواد و بیکار لازم نیست، اما افراد زباندان و صادق بر روسیه خوش آمدند. ولادیمیر پوتین دورنمای سیاست روسیه در بخش مهاجرت را امضا کرد. آب در جوی ولی ما تشنه‌لبان نگران می‌گردیم و یا کی آب آشامیدنی تاجیکستان به خطر خواهد شد. همه نمودی دارو پارو همه چی را داره در درون وای. افلاسی هم میاد، تمام غژدی ها میبیه. البته را او آدم کسل میکنه. و در منطقه کولوب شکاری خوک را به محدود و برای شکاری گرگ جایزه اعلان نمودند. روی خط میگیری برای این خوب یک تا پدرکایی در پایانش گرگ همون تمامیت بیسو. اما شروع میکنیم از یک خبر دیگر. در جنوب قرقیزستان پلیس 28 زن را برای پوشیدن نقاب جریمه کرده است. با گفته وزارت امور داخلی این کشور، عملیات مذکور با نام اکستریمیست در جایهای جمعیتی شهر اوش صورت گرفته است. مبلغ جریمه 20,000 سوم معادل $220 را تشکیل داده است. در قرقیزستان از ماه ینوری سال جاری پوشیدن لباسی را که برای شناسایی نمودن شخص امکان نمی‌دهد منع کردند. مقامات تصمیم را به چاره‌های امنیتی ربط دادند. اداره دینی مسلمانان کشور از این اقدام پشتیبانی کرد. مفتیات قید نمود که نقاب برای زنان مسلمان لباسی حتمی نیست. چون این ریدها پیشتر در شهرهای اوش و جلال آباد گذرانده شده بودند، اما در اول این ریدها تنها با آگاهی محدود می شدند. پوشیدن نقاب نه تنها در قرقیزستان بلکه در دیگر کشورهای آسیای مرکزی هم منع می باشد. از جمله در تاجیکستان که زنان حق ندارند با حجاب به مؤسسه های دولتی و یا دانشگاه وارد شوند. ولادیمیر پوتین زیر دورنمای امضا گذاشت که برای 4 سال آینده سیاست مهاجرت در روسیه را معین می سازد. سند مذکور کنسپسیای فعلی را که سال 2019 قبول شده بود عوض می کند. تغییر سیاست، نظارت سخت مهاجرت و اینچنین اقدام‌های گسترده برای حفظ ترتیب و قانون در مکان‌های را در بر می‌گیرد که شماره بیشتر مهاجران در آنجا هستند. خیرامان بقازاده با جزئیات بیشتر این موضوع. Добрый день, уважаемые коллеги. Президент Русия фармонеро имзо кард ки дурнамо ё концепсияи сиёсати муҳоҷиратро барои солҳои 2026 то 2030 тасдиқ мекунад. Ин санад ба зарурати ҳамгироии иҷтимоӣ ва фарҳангии муҳоҷирон таъкид кардааст. ҳадафаш коҳиши муҳоҷирони ғайриқонунӣ ва ҷинояткорӣ дар байни шаҳрвандони хориҷӣ гуфта шудааст. дар санади наве ки онро Владимир Путин имзо кард, танзими хуруҷ ва вуруди шаҳрвандони хориҷӣ ба Русия, шароити будубоши қонунии онҳо, сабти номи муҳоҷирон, додани паноҳгоҳи муваққатӣ ва тартиби дарёфти шаҳрвандии Русия инъикос ёфтааст. дар гузашта мақомдорони рус гуфта буданд ки иқдомҳои ҳозираи назорат бар шаҳрвандони хориҷӣ дар ҳудуди Русия наметавонанд аз эҷоди ба истилоҳи мақомоти рус маҳаллаҳо ё анклавҳои қавмӣ ва минтақаҳои ҷиноӣ ҷилавгирӣ кунанд. дар консепсия ё дидгоҳи нави Путин ба масъалаҳои муҳоҷират зикр шудааст ки афзоиши шумори муҳоҷироне ки барои кор ба Русия меоянд то соли 2030 идома хоҳад кард. бинобар ин ба қавли ин санад, зуҳури чолишҳо ва таҳдидҳои нав ба амнияти миллии Русия такмили сиёсати муҳоҷиратро тақозо мекунад. бинобар ин Русия бояд барои баланд бардоштани масъулияти корфармо дар масъалаҳои марбут ба сиёсати муҳоҷират чораҳоеро рӯи даст бигирад. бар асоси консепсие ки аз соли нав амалӣ хоҳад шуд, теъдоди муҳоҷирони ғайриқонунӣ бояд кам карда шавад ва ниҳодҳои давлатӣ будубоши аъзои оилаҳоеро ки дар Русия кор ва таҳсил намекунанд маҳдуд мекунанд. дар ин байн шумори донишҷӯёни хориҷӣ дар донишгоҳҳои Русия бояд афзоиш ёбад. ба он муҳоҷироне ки қонунӣ дар Русия ҳузур дошта забони русиро медонанд ва дар ягон ҷиноят даст надоранд, роҳҳои осонтари дарёфти шаҳрвандии Русия муқаррар шудааст. ҳамчунин ҳукумат барои кӯч додани шаҳрвандони хориҷие ки ба қавли онҳо аз арзишҳои анъанавии Русия пуштибонӣ мекунанд бояд мусоидат намояд. консепсияи нави сиёсати муҳоҷират дар Русия дар шароите
روی کار می‌آید که تقریباً هر هفته مقامات انتظامی از بازداشت‌های بی‌رحمانه و حبس و اخراج مهاجران با بهانه‌های گویا رعایت قانون‌های مهاجرت گزارش‌ها نشر می‌کنند. دومای دولتی روسیه در 1.5 سال بعد حمله مرگبار به تالار کراکوس مسکو که در صادر کردن آن اساساً شهروندان تاجیکستان گمانبر میباشند، دهها قانون محدود کننده کار و حضور مهاجران را قبول کردند. مقامات تاجیک میگویند سال گذشته روسیه بیش از 30,000 مهاجر تاجیکستانی را از این کشور اخراج نموده است. ولادیمیر پوتین در نشست اخیر خبری مشترکش با امامعلی رحمان که روز 9 اکتبر در شهر دوشنبه صورت گرفت گفت در روسیه بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان زندگی و کار میکنند. شما برنامه اخبار رادیو آزادی را تماشا دارید. هرچند تاجیکستان یکی از سرچشمه‌های مهم آب برای کشورهای منطقه به شمار می‌رود، ولی تا هنوز هزاران ساکن آن قسماً یا پوره به آب بی‌خطر آشامیدنی دسترسی ندارند و یا از آب استفاده می‌برند که سببگار هر گونه بیماری‌های سرایتی بوده می‌تواند. در این باره خبرگزاری فرانس پرس از ولایت ختلان گزارشی تهیه کرده است که همراه می‌بینیم. هرگاهی که نعمت‌الله بصیروی 58 ساله تشنگیش را از آب جویبار نزد خانه‌اش می‌شکند، از آن خوف دارد که بیمار خواهد شد. برای همه خطر خیلی تنقیسی ما همه در آب همه کسل بیماری ما از همه روی همه آبی که آشامیدنی ما که تازه نیست برای همه. صرف نظر از ذخیره‌های سرشار آب در تاجیکستان، طبق معلومات رسمی از 10 میلیون اهالی این جمهوری تخمیناً 41% به آب بی‌خطر آشامیدنی دسترسی ندارد. این ساکن ناحیه جلال‌الدین بلخی که در دوران شوروی ناحیه کالخازآباد نام داشت میگوید آب جویباری که آنها مینوشند از هر نقطه نظر خطرناک است. پایانه‌های مقصد که از زمین‌های کشاورزی که میکنن حولینای نزدی حولگی اکثریتش در همین بعضیش در زعبرو میرد. همه نمودی دارو پرو همه چی را داره در درونی وای افلاسی هم میاد تمام غجدی ها میبیا البته را او آدم کسل میکنه. خبرنگار فرانس پرس خاطر نشان میکند که اثنای تهیه گزارش نزدیکان بصیرف در همان آب جویبار برای دسترخوان نصفی روزی میوه و سبزوات میشستند. مؤلفان می‌افزایند نتیجه یک پژوهش که در مجله بریتانیایی نیچر نشر شده است تاکید می‌کند که از سال 1990 تا سال 2020 هر سال در تاجیکستان نزدیک به 1620 نفر از بیماری‌های مربوط به آب افلاس به هلاکت رسیده است. اما برای ساکنان بعضی دهات دوردست این ناحیه جویبار هم یک معجزه دستنارس است. خواجگی ملکه ارمت و 30 ساله آب را از ماشین‌های آبکشان خریده در حوض زیرزمینی حولیش نگه می‌دارد. سوجاق چه پینال بیشایمز آب نیست، اینجا چöl است. زندگیمان دشوار است. آب میبود درختو قامت میافروختند. آبی که در بشکه ها هست تا اینجا نمیرسد. در قلمرو تاجیکستان و قرقیزستان 25,000 پیریخ وجود دارد که از 3/2 ذخیره آب آسیای مرکزی را تشکیل می‌دهد. ولی زیرساختار قدیمی دوران شوروی قدرت تأمین اهالی با آب را ندارد. ما در ولایت ختلان جای داریم که در اینجا پایگاه‌های آبکشی نوشوکی برای 2800 خواجگی باید آب دهیم. آب را ما از سبب تعمیر طلب بودن تجهیزات‌ها آب را دادن نتونسته ایستادیم. از این لحاظ مقصد روزهای نزدیک نصیب کرده باشد ما همین پایگاه‌ها تعمیر کرده به خلق آب میدهیم. دیپلماتیای مربوط به آب یکی از بخش‌های مهم سیاست خارجی پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان است. تاجیکستان با آرزوی آنکه روز آب پیریخ‌هایش تا هر خواجگی تشنه‌لب ختلان میرسد، تشبثکار چندین قطعنامه و سندهای وابسته به آب در سازمان ملل متحد بوده است. بهار سال روان حکومت تاجیکستان یک برنامه مفصل تأمین اهالی این کشور با آب بی‌خطر آشامیدنی را راه‌اندازی کرده است، اما الحال از پیشرفت آن خبری نرسیده است.
برنامه را با گزارشی دیگر از ولایت ختلان ادامه می‌دهیم. ساکنان در منطقه کوهستان جنوب تاجیکستان شکایت میکنند که سرشمار گرگ بیشتر شده است و به گاو و بز و گوسفندان آنها حمله میکنند. در منطقه کلوب به خاطر کاهش گرگ نه تنها شکار این جانور را اجازه دادند، بلکه برای شکارچیان جایزه اعلان نمودند. در این بین جنگلبانها در تیر ماه آمار سرشمار جانوران نادر را حساب کردند. گزارشی همکارم محمود جان رحمتزاده در همین باره نقل میکند. در منطقه کلوب برای شکار گرگ جایزه اعلان نمودند و شکار خوک را به محدود کردند. مقامات میگویند سرشمار این جانوران از 5000 به 7000 سر رسیدند. در حالتی که یکم روی خط میگیری برای این خوک یک تا پدرکه در پایانش گرگ همون تمام میتیم به سو. همین را با پوست شقتی ناخوناش همین محیط زیست در میارن یک 70-80 سامونی پدرکشون میتیم. این تصمیم در پی شکایتی ساکنان گرفته شده است که گرگ‌ها به چارویشان حمله میکنند و گله خوک‌ها کشتزارهایشان را خراب میکنند. معمولا تیر ماه جنگلبانها سرشمار تخمینی جانوران را اعلام میکنند. در پس منظر اجازه شکار خوک و گرگ، جنگلبانها از افزایش جانوران نادر دیگر نیز خبر دادند. در منطقه های کوهی جنگلبانها 3000 بز نادر مارخور حساب کردند. آنها تخمین میزنند که شماره کپ به 16000 رسیده است. سبب افزایش را در کم شدن شکار غیر قانونی میدانند. خوب سرشمارش 7971 سر شیدگی مثال بگیم. این جایره 2476 تا شیدگی است. همه شخصی زیاد شیدگی است. روبا 2504 شیدگی است. خرگوش 3466 شیدگی است. خرگوش های چی ها داشتی؟ بوزی پرمشوق همین 3250 شیدگی است. از پرنده و کاو بسیار شیدگی است. تا 10 سال پیش شماره چنین جانوران و پرندگان نادر رو به نصف شوی داشت. حالا از افزایش همه گونه جانوران نادر خبر می‌دهند. بز مارخور، کپ، خرس، ببر برفی و امثال آنها در کتاب سرخ شاملند. برای اجازه شکار بز مارخور بیش از 400,000 سامانی به دولت می‌سپارند. یک سبب دیگری افزایش حیوانات و پرندگان را در تشکیل ممنونگاه‌ها می‌دانند. حالا در منطقه کلوب ممنونگاه دشت جم و سریخواسار فعال است. جنگلبانها باور دارند که در آینده نیز شماره این حیوانات افزایش خواهد یافت. اما اعتراف کردند که شکارهای پنهانی هم هنوز از بین نرفته است. قانونگذاری جریمه بزرگ برای شکار غیر قانونی حیوانات نادر پیش بینی کرده است. رهبر سوریه احمد اشار روز چهارشنبه با یک سفر رسمی وارد مسکو شد. وی بار اول از روسیه دیدن کرد و در کرملین با پرزیدنت ولادیمیر پوتین ملاقات نمود. گفت و شنید 2.5 ساعت دوام کرده است. پوتین و احمد اشار در ابتدا در دایره محدود دیدار و گفتگو نمودند و بعدا ملاقات در هیئتی وسیع با شرکت اعضای هیئت ادامه کرد. رهبر سوریه تاکید نموده است که مقامات این کشور برای برقرار نمودن روابط با روسیه تلاش خواهند کرد. و همچنین از مناسبت‌های تاریخی مسکو و دمشق سخن گفته به کوشش‌های مقامات سوریه برای رسیدن به هدف‌های سیاسی خود یادآور شد. احمد شار بعد از سرنگونی حکومت بشار اسد در ماه دکبر سال 2024 رهبری سوریه را بر عهده گرفت. او اینچنین با نام ابو محمد جولانی هم معروف است که رهبری گروه مسلحانه کلانترین مخالف اسد هیئت تحریر ارشام را بر عهده داشت. دوستان مهربان، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید. تشکر از یکایک شما که ما را تا پایان برنامه تماشا کردید. اما اگر خواستید خبر و گزارش های از این بیشتر رو بخوانید یا ببینید، سامانه ما azadi.tj و همین گونه آزادی ویدیو در یوتیوب در خدمت شما عزیزان است. صفحه های دیگری ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام و تیک تاک نیز فعالند. تا برنامه های فردا خود را احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهدار.